روباه و زاغ. بود نبود در روزگار کهن یک روباه مکار بود. روزی از روزها روباه گرسنه شده بود و در جنگل دنبال خوراک میگشت. ناگهان چشمش به زاغی افتاد که روی شاخه درختی نشسته بود. زاغ تکه پنیری در دهن داشت و خیلی خوشحال بود. روباه که بسیار زیرک بود با خود گفت اگر بتوانم کاری کنم تا این زاغ دهانش را باز کند، پنیر می افتد و من آن را می خورم. روباه پیش رفت، زیر درخت ایستاد و با صدای نرم گفت ای زاغ زیبا، چه پرهای سیاه و درخشانی داری. براستی اگر صدایت هم به زیبایی پرهایت باشد، تو از همه پرندگان بهتر و شایسته تر خواهی بود. زاغ از شنیدن این گپ روباه بسیار خوشحال شد و خواست آواز بخواند تا صدایش را به او نشان دهد. همین که دهانش را باز کرد، تکه پنیر از دهانش افتاد. روباه تند آن را برداشت و با خنده گفت ای زاغ ساده دل، این پنیر پاداش چاپلوسی من است، نه خوش آوازی تو. روباه با پنیر از آنجا دور شد و زاغ شرمنده و گرسنه فهمید که هرگز نباید فریب سخنان چاپلوسان را بخورد. از کودکان نازنین، تعریف و تمجید دیگران را زود باور نکنید. همیشه با عقل و دقت رفتار کنید